از این خاطر برادر عزیز و گرامی، قصه مولوی جنون خان معدن حاله یک قصه از رسول اکرم بین فاطمه هست. همین خانت انشاءالله من باوری دارم هر ایشان و شیخی که باشد باور که بیدار می شود، بیدار می شود. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار به سوی فاطمه: ای امت الله، بترس از ذکر حق، بترس از حق، بگو ذکر آگاه. ببین روز فاطمه را میگوید حبیب خدا گفت: ای فاطمه، گفت از خدا بترس، گفت همیشه ذکر پروردگار را بکن. دخترشون فاطمه را، ولی کجا چند پشتی او را گویم؟ دختری پیغمبری خدا، دوستدار یکی از دخترهای دوستدارش. من نازکی پیامبر زاده ام، من میان بندگان آزاده ام. من حضرت مولوی میگوید یکی مبادای ای فاطمه، نه نازکی من دختری پیغمبری خدا هستم، هیچ وقت نناز، میان بندگان آزاده ام. من به فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه فردا از عملت میپرسند، فردا از شرم و حیا میپرسند، فردا از عبادتت میپرسند، از زاده کی، پدرت کیست، از اینا نمیپرسند. حضرت مولوی گفتند، رسول اکرم گفتند: مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کاری دشوار. ای فاطمه به من تکیه نکن که قیامت بسیار روزی سخت است. در آخر حضرت مولوی میگوید: چونین گفت آن سعید فقر خاتم، تو باشی از نسب میلافی هر دم. و حبیب خدا نسبت دخترش اینه میگوید تو باشی از نسب دارید مینازی. به این خاطر ما نازی به این نداشته باشیم، فقط به خدا ترسیمان در نزد مردم افتخار داشته باشیم، فخر کنیم. انشاءالله این ما و شما نجات میابیم. لیکن این برادری که به من مراجعت کرد، ما کو و ایشان میخواهد نمیخواهد، ما قبول کردیم، ما میریم همونجا انشاءالله باز همون داملا را میبینیم، قطعش انشاءالله صحبت هم میکنیم. کنی ما مثال چی زلال و چی خلال آوردیم که مثال ما را نمیخواهد. ما را حکومتدارا میخواهند و پیشوا نمیخواهند. حکومتدارا ما را سلام میدهند، حکومتدارا ما را احترام میکنند، همه اونا بیچاره از ما دعا میگیرند همون جایی که من میرم. پیشواها نمیخواهند. خودتون خلاصه برارید. برای همین خدا هدایت چون کند، خدا توفیق شون دهد. خداوند همه حسد و کینه را از دل اونها دور کرده، در جای این حسد و کینه محبت و اخلاص خدا جایگیر کند. اینجا در سوال دویمی که این برادر از ما کرده است، آیا حضرت عمر خیام مینوش بود یا نه؟ حضرت عمر خیام مینوش نبودند دادرای عزیز. اگرچند که اون می که حضرت خیام در رباعیات هاش یاد میکند، این می مجازی نیست، می حقانی هست. این می از اون می نیست. اگر ما میتونیم که مصرعهای شعری حضرت عمر خیام از حافظ شیرازی پرسیم، او حضرت برای ما بیان میکند که آن می که ما در مصرعهای شعری میگوییم چی هست. المنت لله که در میکده باز است. بین حضرت حافظ میگوید شیرازی هزارها شکر که در میکده، این گویم جای دری که در اونجا می فروخته می شود، شکر که همون در کشاده است. این اگر ظاهرش گیریم، ظاهرش اگر تفسیر کنیم، همون در میکده جایی که عرق فروشی است همون رو میگن. لیکن این حضرت بین که میگه هزارها شکر ای پروردگار به سوی تو که در میکده باز است، درش کشاده است. کدام در باشد؟ زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. آن در میکده که من میگویم، آن در می مجازی نیست، می که مردم بیهوش و به عقل میکند، آن می نیست. آن دروازه و آن خانه ای را که من نام میگیرم، او این است، مسجد است، این جای ذکر است. میگوید المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است.
خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. خمها را بین میگوید، خم وقتش همین مثال می میپختند، مثال وای میگذاشتند تا که وای مثال گویم گرادوس پیدا کند، درجه پیدا کند، تا که بعد مردم از اون نوشیده و مدهوش میشدند. میگوید انا اون خمهایی که در داخلش می است، آن خمهایی که من میگویم اونها چند مجازی نیست بلکه حقانی است. میگوید خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی انا کن ببین می که امروز مثال گویم که جامعه ما و شما را فساد میکند، فرزندای ما و شما را از راه درست بیراه میکند، اشاره به اون می کرده حافظ چی میگوید؟ از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اون می تکبری و غرور و همه در اون می است. این می که ما میگویم همگیش بیچارگی و عجز و نیاز است. به این خاطر عمر خیام، این پدری چگونه که اعلان کرده بودیم خیمیا میگویم پدری خیمیا بود. این پدری بود که همون جدول مندلیوی که امروز دنیا در مندلیو میگن عمر خیام خوابانیدن، انا اساسگذار انمون جدول مندلیو عمر خیام بود. نام نیوتن در روی دنیا مشهور، اولین قوه جاذبه را کی کشف کرد؟ عمر خیام کشف کرد. لیکن نام عمر خیام نیست، نام عمر خیام با مینوشی برآمد و نام اونها عالم. مرحمت پیشواهای ما چی ها کردند، خدا رحمتشان کند. خدا نگه داره. رئیس جمهورم سپارش داد به نزدیکی، اگر یادتان باشد همین یک گویم 10 عصر پیش کتابهایی که از عصر ده این جانب کدام شاعرایی که داشتیم همگیش تاریخ دادن میبرایم، کیا هستن، چی خدمت کردن، به مردم همش شناس میکنن. این بهترین اقدام است. ما باید شناسیم که عمر خیام کیست. عمر خیام در دوره مکتب میانه ما نمیفهمیدیم این می عشق خدا است، نمیگفتن ما را. حالا که این شیخ سعدی را ببین، ابو علی بن سینا را میخواندیم نمیگفتن این حافظ قرآن است، نمیگفتن. لیکن امروز رئیس جمهور میخواهد که حقیقت اونها را به مردم شناس کنند. اینا کیها بودند، چی خدمت ها کردند. بسیار نیک است، بسیار اقدام خوب کردند. خداوند در این اقدامش همیشه ظفر و برار خدا نصیبش کند. دوم اقدامی که در پیش گرفتن، این برهم دادن سرتخته، برهم دادن 3 بیگه، برهم دادن 7 40 سال، اینها را در پیش گرفتند. امروز دیدن که مردم بی نهایت در بدر شد، شهر به شهر شد، اقتصاد مردم شکست، مردم قرآن و حدیث یک جانب مانده خرافات در رفتند. امروز رئیس جمهور میخواهد که مردم از قرآن و از حدیث خبر دهد. خدا همیشه در حفظ امانش نگه دارد. یک پشتیبانش من هستم. من که را بر وقت میگفتم، اگرچه از پشت این سخنان ما چند قدر فشارات دیدیم، چند قدر عذابها کشیدیم، تو چیکار داری به 7 و به 40 و به 100؟ لیکن آخر باور کنین از ما نیست، آخر از ما نیست. اینا در گردن ما بار کردن. نامعلوم این دوست بود دشمن بود، چی خواست؟ مرحمت امروز اکثریت شما عذاب وای کشیدگی هستید، همه کشیدگی هستید. لیکن باز باوری دارم که ولی از پس ما رفته با میگوین که ای خیلی با همه این هم ممکنه یکان گروهی دیگه باشه. لیکن من از هیچ گروه نیستم. من از همون گروهی هستم که فقط آرامی میخواهم و فقط میخواهم که شما از مشکلات دور شوید. همون اسلام آسان و همون اسلامی گویم که عبارت از بیخراجاتی و عبارت اهمیت دادن به مال و ملک است، انا همون اسلام هم برای شما میخواهم.